اگر میخوای والپیپر یا پس زمینه متحرک مثل این تصویری که داری میبینی برای لپتاپ یا کامپیوترت به صورت رایگان داشته باشی، تا آخر ویدیو با من همراه باش. خب به طور کلی ما توی این ویدیو میخوایم 2 تا برنامه کاملا رایگان رو معرفی کنیم که با شما میتونید باش تصویر پس زمینه متحرک داشته باشید. و قبلش ستینگی هستش که خب اگه این ستینگ رو انجام بدید بهتره. کافیه فقط راست کلیک کنید بیاید داخل بخش پرسونالایز و وقتی که این ستینگ براتون باز شد بیاید داخل بخش بک‌گراند و از اینجا فقط یک عکس رو انتخاب کنید به عنوان بک‌گراند آنتی ویندوزتون، یا اگه اینجا رو حالت اسلاید شو یا هر حالت دیگه هست بذارید رو حالت پیکچر که فقط یک عکس باشه که جلوتر بهش اشاره میکنم. این اگر روی حالت‌های دیگه باشه باعث میشه چه مشکلی ایجاد بشه. خب بعد از اینکه این ستینگ رو انجام دادید کافیه که استیم رو باز کنید. خب اولین برنامه‌ای که ما می‌خوایم معرفی کنیم پیش نیازش برنامه استیم هست و خب برنامه دیگه اصلا هیچ پیش نیازی نداره، از مایکروسافت استور میتونید اون رو تهیه کنید. اما خب اگر که کار با استیم رو بلد نیستید و نمیدونید استیم چیه کافیه که برید ویدیوی دیگه ما که در مورد استیم هست رو ببینید. خب شما فقط کافیه بیاید داخل استیم و اینجا برنامه والپیپر الایو رو سرچ کنید. وقتی شما برنامه والپیپر الایو رو سرچ کنید اینجا میبینید یه برنامه کاملا رایگانه و وقتی که شما اینجا اد تو لایبرری کنید و اینجا روش کلیک کنید و دانلودش کنید این برنامه بعد اینکه براتون نصب بشه میریم سراغ ستینگش. حالا الان من این برنامه رو بذارم نصب بشه. همونطور هم که میبینید حجم پایینی داره و خب حدوداً حجمش 113 مگ هست که حجم اونچنان بالایی هم نداره. البته که بگم داخل خود برنامه اگر بخواید والپیپر خاصی رو دانلود کنید یه حجم اینترنتی ازتون میبره، اما خب خود برنامه زیاد حجم خاصی نمیبره. و یه نکته دیگه ای هم که هست، بهتره که شما این برنامه رو روی یه درایو SSD نصب کنید که خب چون برنامه قراره به مرور روی سیستمتون ران باشه و اجرا بشه جوری سرعت بهتری داره و کیفیت بهتری رو میبینید اگر روی درایو SSD رو نصب کنید. خب بعد از اینکه این برنامه رو نصب کنید برنامه والپیپر الایو خب اینجا براتون باز میشه که اینجا چند تا ستینگ های مختلف داره. خب یکم عجیب میاد یوایش ولی خب چیز خاصی نیستش. اینجا شما میتونید از بخش آپلود فایل یه فایل خاص که مخصوص والپیپر الایو هست رو بیاید از اون طریق اینجا آپلود کنید و استفاده کنید. و بهترین گزینه که شما بیاید اینجا روی استیم ورکشاپ کلیک کنید و شما رو میاره داخل ورکشاپ برنامه والپیپر الایو. از داخل اینجا تمام والپیپر هایی که افراد مختلف طراحی کردن رو شما میتونید ببینید و بین آپشن های خیلی زیاد اینجا میبینید 9000 تا فقط اینجا موجوده. یه دونه رو انتخاب کنید. الان مثلا من به عنوان مثال از این لونلی سامورای خوشم اومد. کافیه که فقط سابسکرایب کنید به اون شخص خاص و بعد از اینکه سابسکرایب کردید روی برنامه‌تون یه دونه آپدیت میاد که این آپدیت حجم اون والپیپریه یا اون پس زمینه متحرکیه که داره دانلود میشه. خب بعد از اینکه این دانلود بشه این والپیپر خاص از بین تمام والپیپرهایی که شما میتونید انتخاب کنید و بازم میگم آپشن های دیگه هم هست فقط کافیه بیاید اینجا کلیک کنید اضافه میشه به برنامه والپیپر الایو. و اینجا شما بعد از اینکه یه دور حالا برنامه رو ریست بدید چون الان یه دونه آپشن جدید بهش اضافه شد، وقتی که برنامه رو دوباره شما لانچ کنید از اینجا وقتی که صبر کنیم دوباره این برنامه لانچ بشه باید اون والپیپری که ما اد کردیم به برنامه والپیپر الایو اضافه شده باشه. بعد از اینکه همچین صفحه‌ای آورد حالا ممکنه به صورت کامل براتون برنامه لانچ نشه، رو همچین صفحه‌ای بمونه که چیز خاصی نیست. فقط کافیه که بیاد اینجا راست کلیک کنید. البته زمانی که چیزی انتخاب نکرده باشید به عنوان والپیپر احتمال رو همچین حالتی میمونه. کافیه روی علامتش پایین راست کلیک کنید و ادیت والپیپر رو بزنید. اینجا میبینید که خب لونلی سامورای من الان به عنوان مثال اضافه کردم اینجا اضافه شده. خب من روش کلیک میکنم و از من میپرسه که اینجا اچیومنت هم داد میخواید که روی کدوم یکی از مانیتوراتون باشه. حالا اگه چند تا مانیتور دارید میتونید انتخاب کنید و خب اگه میخواید رو همه مانیتوراتون باشه رو همین میذارید
و اینکه این سایزش که چقدر از تصویرتون رو بگیره رو میتونید انتخاب کنید. و خب بعضی از والپیپرها یه موزیک کوتاهی دارن که اگر بخواید به موزیکش گوش بدید میتونید اینجا ولومش رو کم و زیاد کنید که حالا الان من میذارم رو همین حالت بمونه. و وقتی که شما این رو سیو کنید و بیاید روی دسکتاپتون میبینید که به اون چیزی که شما انتخاب کردید تغییر کرده. خیلی راحت و ساده شما اینو انجام دادید. و اینجا مگه بیاد داخل ستینگ، که سری ستینگ های خاصی داره که میتونید به عنوان مثال اینا رو از قبل تعیین کنید و اگه خواستید میتونید بیاید دوباره تو این بخش ورکشاپ و بین آپشن های بسیار زیادی که اینجا در اختیارمون هست فقط این گزینه سیار رو میزنید و بین تمامی این آپشن ها میتونید یه دونه رو انتخاب کنید و هر کدوم از اینا رو که میخواید بذارید به عنوان بک‌گراند ویندوزتون. برنامه دیگه‌ای که هیچ پیش نیازی هم نداره و حتی لازم نیست استیم هم از قبل داشته باشید، خود مایکروسافت استور این برنامه رو داره. کافیه که خب فقط شما اینجا بیاید داخل مایکروسافت استور یا همین پروسه رو میتونید داخل گوگل هم سرچ کنید. اگه اونجا فایل دانلودیش باشه از سایت معتبر دانلود کنید. کافیه که اینجا بیاید بنویسید، من اینجا قبلا سرچ کردم لایولی والپیپر. شما وقتی لایولی والپیپر رو سرچ کنید این اولین گزینه‌ای که اینجا براتون میاره، حالا آپشن‌های زیادی هست ولی خب این گزینه‌ای که بیشتر استفاده شده و مورد تایید هست 4.4 هم امتیازشه. و اگه شما بیاید داخل این برنامه بعد از اینکه حالا دانلودش کنید، بگم که دانلود از طریق مایکروسافت استور یه DNS یا یه VPN لازم داره، ولی خب اگر نخواستید اینجا دانلود کنید گفتم میتونید برید سرچ کنید اسم برنامه رو، از مایکروسافت استور هست و از سایت های معتبر اگه خواستید میتونید دانلود کنید که دیگه نیاز به DNS هم نباشه. بعد از اینکه حالا این فرآیند طی شما بعد اینکه برنامه رو باز کنید با همچین صفحه‌ای مواجه میشید. این صفحه وقتی برای شما لود بشه شما دوباره رو همون حالت میمونه. کافیه که اینجا راست کلیک کنید رو علامتش که این پایین راست میاد و اینجا گزینه حالا چنج والپیپر رو بزنید یا گزینه کاستومایز والپیپر رو هم میتونید بزنید. اینجا الان به عنوان مثال یه دونه والپیپر معمولی و دیفالتی که از روی خودش هست رو اومده بر من انداخته. البته این دسکتاپ من، البته من برنامه‌ها رو الان هاید کردم. این اومده به صورت معمولی خودش انداخته که شما میتونید اینجا مثلا یه قابلیت باحالی داره، میتونید این تصویرها رو عوض کنید و اینجا چند تا چیز رو تغییر بدید. اگه اینجا شما راست کلیک کنید و اوپن لایولی رو بزنید یه منویی براتون میاره که یه تعداد از بک‌گراند ها رو اینجا به صورت دیفالت اینجا داره. مثلا الان شما روی این کلیک کنید به صورت اتوماتیک براتون دانلود شده. یا مثلا اگه خیلی علاقه دارید میتونید جدول مندلیوف رو بیارید اینجا و خب ازش استفاده کنید. و اینجا یه سری آپشن‌های دیفالت دیگه داره که میبینید خیلی خوب با کیفیت تر هستش نسبت به سرویس رایگانی که داره ارائه میده. خب به خاطر اینکه طراحی بهتری داره از نظر من، ولی خب والپیپر الایو هم یه سری طراحی خوب داره. یا مثلا میبینید که چقدر آپشن‌های باحالی داره اینجا شما میتونید انتخاب کنید. و همینطور که میبینید اینجا لایبرری شماست، چیزایی که از قبل دارید. اگر که خواستید مد نظرتون چیزی رو اضافه کنید اینجا که ستینگ‌های دیسپلیتون رو میتونید تعیین کنید. اینجا وقتی کلیک کنید که کدوم مانیتوراتون باشه. اگر که موضوعی مد نظرتون بود و خواستید مثلا یه والپیپر جدید اضافه کنید، کافیه فقط روی این علامت مثبت کلیک کنید. از اینجا که میتونید یه فایلی رو مثلا بنویسید دانلود مثلا فلان والپیپر برای مثلا این برنامه و خب فایلش رو یه راست دانلود کنید. یا یه روش خیلی راحتی که هست، میتونید یه URL یا لینک یوتیوب اینجا وارد کنید که از طریق اون لینک براتون والپیپرتون رو نشون داده بشه و بهتون نشون بده اون والپیپر رو. خیلی راحت فقط کافیه داخل یوتیوب سرچ کنید، مثلا به عنوان مثلا میتونید سرچ کنید wallpapers for lively wallpaper و خب والپیپر هایی که برای برنامه لایولی والپیپر هست رو داخل یوتیوب میتونید بردارید لینکش رو کپی کنید و بیاید اینجا پیست کنید و وقتی که اوکی کنید اون والپیپر جدیدی که میخواید اضافه میشه به صفحتون و خیلی راحت میتونید ازش استفاده کنید. فقط من اینجا یه اشاره‌ای هم به برنامه والپیپر انجین بکنم که خب اونم سرویس خیلی با کیفیتی رو داره ارائه میده، ولی خب پولی هست که الان توی ریژن ترکیه شما با قیمت 60 تل میتونید اون رو بخرید و برنامه‌ایه که خب یکم سطح کیفیتش بیشتر از این دوتا برنامه است و مثلا میتونه به کیبوردتون وصل بشه، به دستگاه هوشمندتون وصل بشه و مثلا LEDش با
اون تصویر بک‌گراندتون یکی بشه و خب خیلی قابلیت‌های خاصی داره و اگر هم خواستید میتونید هزینه کنید و این برنامه رو تهیه کنید. مرسی که این ویدیو رو دیدید. اگر که سوالی، انتقادی یا پیشنهادی داشتید حتما توی کامنت ها بنویسید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و برای اینکه از ویدیوهای بعدی در اولین فرصت باخبر بشید زنگوله رو بزنید. اگر هم خواستید بیشتر با ما در ارتباط باشید میتونید به کانال دیسکورد ما جوین بدید. تا ویدیوی بعدی، فعلا خداحافظ.